تو روستای دیزان هستیم. اینم پنجیکشی که توسط دو تا از خانم‌های زحمتکش دیزان پخته شده. جای همه دوستان خالی. انشالله خدا برکت بده. آخ اون بر ملگه، اون بر ملگه، تندیر درتش، تندیر درتش. کی جانون پجنا، کی جانون پجنا، همه پنجه کش، همه پنجه کش. مرغن رهونه کشنه رو کش، کشنه رو کش. جمع عزبونه دل دنتش، دل دنتش. های لاره لاره چشم انتظاره، الله تمس چشمونه بلاره، الله تمس چشمونه بلاره. دو تا از نونهایی که من پختم واقعا کیفیتش هم خیلی خوب و خوشمزه هم هست. بفرمایین آش قاضی که تو دیزان با آش قاضی معروفه. حالا مخلفاتشو دقیقا نمیدونم ولی خیلی آش خوشمزه ایه. ارزن چغندر، ارزن و چغندر. بله. کلم هم هست دیگه، کلم دیگه نریختن. کلم دیگه نریختن. آها. آخ اون بر ملگه، اون بر ملگه، تندیر درتش، تندیر درتش. کی جانون پجنا، کی جانون پجنا، همه پنجه کش، همه پنجه